سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. همچنان مهدی هستم و یه ویدیوی دیگه از شطرنج آنلاین رو میخوایم با هم دیگه داشته باشیم. از ویدیوی قبل در واقع من چند تا بازی دیگه انجام دادم. بازیامو الان میارم ببینید که به چه صورت بود. این بازی بود که من رکورد کردم و به عنوان بازی اول گذاشتم. ریتمون 1392 بود. با یه حریف اندونزیایی بازی کردیم و شکستش دادیم، یعنی یه جورایی ریزاین کرد. و بعدش من یه چند تا بازی کردم با یه حریف لیبیایی، یه حریف اسپانیایی، یه حریف عربستان سعودی. اینجا دوتا، این یکی نمیدونم، اینترنشنال زده. اینا رو همه شکست دادم و حدودا رسیدم به 1435. اما با یه حریف دیگه مبارزه کردم و ازش شکست خوردم، یعنی این بازی امروزم بود و شکستی که خوردم من به خاطر تایم بود. در واقع من جلو بودم، 5 امتیاز جلو بودم و به خاطر تایم شکست خوردم. گفتم که من حتی این 10 دقیقه ها رو هم بازم کم میارم با اینکه رکورد نکرده بودم. الان حدودا 1424 رسیدم. از اون بازی تا اینجا حدودا 24-25 تا ریتمون رو افزایش دادم. بریم یه بازی دیگر رو با هم دیگه پلی کنیم. قبلش یه چیزی بهتون بگم. داشتم توی حالا این تاریخچه بازی هام نگاه میکردم توی حالا همین بازی راپید. الان که 1424 هستم. حالا این نمودار 90 روزه هستش. نمودار 30 روزه رو اگه بذارم، ببینید با یه رشد نسبتا دارم میام بالا، خودمو برسونم بالا. اما نکته جالب اینجاست، یکی از بهترین بردهای من تا الان توی chess.com حریفم 2056 بوده. حریف 2056 رو من تونستم ریت 2056 رو شکست بدم و بازیش رو هم بررسی کردم. دیدم بازی بود که من جلو بودم. توی این بازی هم من امتیازم جلوتر بود، پوان جلوتری داشتم و اون تایمش تموم شد. حتی اگه تایمش هم تموم نمیشد من میتونستم راحت شکستش بدم. این بازی که بهترین بازی من هستش رو حتما براتون به اشتراک میذارم توی یک ویدیو و با هم دیگه اینو بررسیش میکنیم، چون این تاریخچه بازی ها همه اینجا قرار داره و میتونیم هر بازی رو که بخوایم بررسی کنیم. بریم یه بازی رو با هم دیگه استارت کنیم. ببینید من اینجا یه چیزی حالا توی این بازی متوجه شدم که از قسمت کاستوم چالش ما میتونیم راپید 10 دقیقه‌ای رو بذاریم و اینجا بزنیم که ریت منفی 25، یعنی از زیر 25 برامون، یعنی 25 تا از خودمون پایین تر، یعنی قاعدتا از 1399 برای من کمتر نمیاره، ولی از اون ور بالا هر چقدر بالاتر میتونه برامون بیاره. مثلا من میتونم بزنم مثبت 100. بذارید ببینم پیدا میکنه یا نه، یعنی 100 تا از خودمون بالاتر، یه 1500 رو پیدا کنه برامون. راپید 10 دقیقه‌ای هم هستش. بزنم ببینم پیدا میکنه و بازی کنیم. امیدوارم بتونم ببرم. آها، مثبت 100 زدیم ولی 1430 رو بهمون داد، یعنی مثل خودمون. حریفمون هم از آمریکا هستش. بازی رو شروع میکنیم باش. E4 حرکت اختصاصی من هستش دیگه، یه جورایی فقط با E4 من کار کنم همیشه. خب اسب رو میارم بیرون، هرچند که این بازی بسته ای کرد با ما، یعنی زیاد سربازا رو نیورد جلوی. بازی بسته داره میکنه، خیلی بازی محتاطانه ای هستش. من اینجوری فکر میکنم. از من ریت بالاتری داره، حدودا 6 تا از من بالاتره. امیدوارم که بتونم ببرمش. خب بریم. همونجور که گفتم، یعنی یکی از بزرگترین نقطه ضعف‌های من اینه که تایم کم میارم و این خیلی منو اذیت میکنه. این تایم کم آوردن خیلی وحشتناکه برای من و خیلی هرس میخورم روی این موضوع که آخر بازی میشه و من تایم ندارم ولی 5 امتیاز جلوتر بودم از اون بازی قبلی. این اتفاق برای من افتاد. خب بریم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. این اسب رو هم حرکت بدیم. فعلا بازی در حد
حالا گشایش مهره ها هستش و حالا اون آرایش دادن مهره ها هستش. تا اولین زد و خورد شکل نگیره هیچ اتفاقی نمیافته. و اینو بگم حالا برای کسایی که شطرنج رو کمتر میخوان، یعنی کمتر بازی کردن، تجربهشون کمتره و تازه میخوان شروع کنن، در واقع بازی شطرنج رو میشه اینجوری تعریف کرد که یک بازی هستش که از اشتباهات حریفمون ما باید بیایم استفاده کنیم. من سرباز رو میبرم، نه نمیتونم این سرباز رو میبرم چون از اشتباهات حریفمون استفاده بکنیم و خودمون هم اشتباهاتمون رو به صفر برسونیم. اگر این کار رو بتونیم بکنیم توی هر بازی ما موفق میشیم و میتونیم حریفمون رو شکست بدیم. دیگه هیچ تفاوتی نداره که شما با چه حریفی بخواید بازی کنید. خب اسبش رو آورد اینجا قرار داد، من فیل رو میارم اینجا چون امکان داره بخواد تعویض بکنه و من این فیل سفید رو احتیاجش دارم و با یه اسب هیچ وقت نمیام اینو معاوضه کنم اینجا، مخصوصا این فیل سفید که این خونه رو تهدید میکنه و خیلی به ما کمک میکنه. این فیل سفید خیلی حیاتیه و من نمیام اینو ساده با یک اسب حالا به در نخور حریف اینو عوض کنم. خب اینجا این حرکتی که انجام داد، من میام اینجا با اسب این فیلش رو میزنم. حالا ببینیم اون با اسب میزنه یا با سرباز میزنه. قطعا با اسب میزنه، اما ببینیم چیکار میکنه. این سرباز رو میبرم جلوی خونه، تهدیدش میکنم. فعلا یه بازی بسته ای داریم و اتفاق خاصی نیفتاده. ببینید من تا وقتی که حریفم جهت گیری نده به اون شاهش، یعنی یا به قلعه سمت راست بره یا به قلعه سمت چپ، نمیتونم بازی خودم رو پیدا کنم و بفهمم باید چی کار بکنم. من این نقطه ضعف رو دارم تقریبا، باید حالا اینو روش کار کنم. یه جورایی یه نقطه ضعف حساب میشه دیگه. آره خب بکنیم دوست دارم از جناح چپ قلعه برم ببینم چیکار میکنه اون، یعنی قلعه بزرگ رفتم الان. راه 2 خونه و رخ 3 خونه حرکت میکنه، برای حالا اونایی که مبتدی‌تر هستن میگم. ولی توی قلعه کوچیک شاه 2 خونه، رخ هم 2 خونه حرکت میکنه. در هر دو صورت قلعه رفتن شاه 2 خونه حرکت میکنه، اما فرقش توی این قلعه بزرگ این قلعه ها هستش، در واقع رخ ها هستش و بقیهش فرقی نداره. خب الان داره وزیر ما رو تهدید میکنه. من یه خونه این وزیر رو میارم عقب نشینی میکنم. با فیلش داشت وزیر ما رو تهدید میکرد. کجا میتونیم یه فرصت خوب به دست بیاریم و وارد عمل بشیم، چون تا الان بازی مساوی هستش و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. که حالا فعلا من تایم بیشتری دارم نسبت به این حریف آمریکایی. من اینجا سرباز رو میبرم جلو و راه این فیل رو میبندم، اجازه نمیدم که از اینجا بخواد این فیل من رو تهدید کنه یا حتی تعویض بکنه. گفتم من این فیل رو حالا نگرش میدارم و اصلا این سادگی ها تعویزش نمی کنم. خب من این اسب رو میتونم بیارم بذارم اینجا، این اسب رو تهدید کنیم یا تعویض کنیم. اسب رو تعویض کرد. خب اتفاقی که داریم اینجا، ببینیم باید چیکار کنیم. من بذارم اینجا فعلا، یعنی تا الان همش منتظر هستم که ببینم این مهرهاش رو کجا میخواد ببره. خب میدونید میخوام اینو بفهمم، یعنی ببخشید منظورم اینه که کجا میخواد از کدوم سمت قلعه بره، چون این برای من خیلی مهمه.
و باید اینو من بفهمم که میخواد چی کار کنه. خب من میتونم اینجا دو خونه بیارم جلو. دانه که من تایم بیشتری دارم نسبت به این حریف آمریکایی، چون اکثرا من عقب میافتادم توی تایم و مشکل تایم دارم. خب کاری که میتونیم بکنیم اینه که ما اجازه ندیم. ببینید این رخ این اجازه نباید بدیم که این باز بشه این راه و بخواد این ورود کنه از اینجا. برای این کار من باید بیام و اینو من ولش کنم، یه جورایی به این موضوع ورود نکنم. اینجوری بهتون بگم نباید به این موضوع ورود کنم. اینجا فعلا کاری انجام نمیدیم، ولی این رو میتونم بزنم. خب من این رو بیارم اینجا قرار بدم که یه جورایی مانع بشم از اینکه این بخواد قلعه بره، قلعه کوچیک بره. حالا که دیگه تا الان قلعه نرفت، بذارم که دیگه. خب این الان اومد وزیرا رو تعویض بکنه. ما چاره ای نداریم جز اینکه وزیرمون رو تعویض کنیم. خب همچنان من اجازه بهش نمیدم قلعه بره. ببینید من اجازه بهش نمیدم، اجازه این کار رو بهش نمیدم. این سرباز رو میبرم جلو. خب کار اشتباه بود، نباید این سرباز رو میبردم جلو. این حرکت جالبی نبودش. خب الان من میتونم این سربازش رو بزنم. اگه اون بزنه من با فیل میزنمش و این ترکیب این خونه های اینجا رو، این سربازهای اینجا رو از دست ندادم و این برای من یه پوان مثبته که نتونه از اینجا وارد بشه. خیلی برام مهم بود که اینجا نتونه رخش رو وارد کنه. خب بیایم ببینیم میتونیم این سرباز رو بگیریم. بازی داره حساس میشه. من تایمم عقب افتاد. 5 دقیقه و نیم تایم داریم، اونم 5 دقیقه و 44 ثانیه حدودا. بازی جالبی فکر میکنم باشه. خب من الان باید این سرباز رو بزنم. چاره جزی نداریم. خب کاری که میتونم انجام بدم اینه که بیام میتونم بیام اینجا، این رخ رو بیارم اینجا. یه تهدید ما اینجا ایجاد کنیم روی این اسب و بتونیم این اسب رو تهدید کنیم یه جورایی. ببینیم چیکار میشه کرد. خب اومد برای این سرباز. من فیل رو بیارم اینجا و اجازه نمیدم سراغ این سرباز بیاتش. سراغ این سرباز بیاد. اگه من این سرباز رو یه خونه ببرم جلو و یه تهدید با این فیل بزنم روی این اسبش رو 100% گرفتیم و دیگه تموم کارش. آها ببینید سریع دست ما رو خوند و اومد یه همچین حرکتی زد. خب کاری که میتونم بکنم اینه که بیام اینو بزنم و بعد با این میخواد با فیل بزنه دیگه. با فیل که زد من سرباز رو ببرم جلو و رخش رو تهدید کنم. هم این رخ تهدید میشه و هم این رخی که تو خونه سیاه نشسته. با فیل میتونم اینا رو تهدید کنم. نزد اینجا. ببینید اینجا اینو نزد، یه جورایی کم آورد از این موضوع. سریعتر بازی کنیم. من میتونم الان یه کیش بدم بهش. یه کیش دیگه با فیل سیاه هم بهش میدیم ببینیم میخواد چی کار کنه. یه کیش دیگه با فیل سیاه.
مجبوره که رخش رو بیاره جلو، هیچ راه دیگه ای نداره، فکر نمی کنم راه دیگه داشته باشه. اسبش رو هم میتونه بیاره. چون یه حرکت جلوتر خونده بود این داستانو و این کار رو انجام داد. خب من اینجا میتونم این رخ رو بیارم اینجا قرار بدم. اگه بخوام اسبش رو بزنم، فکر میکنم که بهتر باشه اسبش رو بزنم و بعدش این رخ رو بیارم اینجا. آره، رو بیارم اینجا. ببینید الان عملا هیچ کاری نمیتونه بکنه، 2 امتیاز از من عقبه، تایممون هم خوبه نسبتا، ولی باید یه جوری این بازی رو جمعش کنیم ما. من اینو بیارم اینجا و بریم برای کیش دادنش ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. داد ببینم من مهره رو زد یا نه. خب این داد یه کیش بیفایده است و هیچ فایده ای نداره پشت این، هیچ اتفاق خاصی نیستش. اگه ما بتونیم اینجا کیشش بدیم حتی فیلش رو هم میتونیم بگیریم. آها. آخرین تلاشاتو بکن. اینم از این. دیگه چی؟ دیگه چی داری دوست عزیز؟ خب الان این حرکتی که زد یه جورایی اومد فیل رو گذاشت اینجا که این خونه رو نذاره من کشش بدم توی این خونه. خب کاری که من باید بکنم اینه که من این سرباز رو ببرم جلو، این با فیل بزنه یا اینکه با فیل میزنه یا نمیزنه. خب ببینید با فیل زد، من کیشش میدم و فیلش رو میگیرم اینجا، نمیذارم این برای ما همچین داستانی رو ایجاد بکنه به هیچ عنوان. خب من اگر که فیل رو بزنم اتفاقی که میفته اینه که این سرباز من رو میزنه. من بهتر فیل رو بگیرم، یه مقداری تو تایم هم محدودیت داریم. یا جلوی این قرار بدم، هیچ چاره دیگه جز این نیست و بعدش بیایم اینو یه جورایی از این رخ رو از اینجا دور کنیم تا بتونیم یه حرکت دیگه ای بزنیم وگرنه دچار مشکل میشیم. خب چیکار میشه کرد؟ فعلا اینجا هیچ کاری نمیتونه بکنه و از لحاظ تکنیکی خیلی عقب هستش نسبت به من و هیچ کار خاصی هم نمیتونه انجام بده. من کاری که میتونم بکنم اینه که بیام اینجا این رو یه خونه ببرم جلو، فعلا ببینم میخواد چیکار کنه. که کار خاصی نمیتونه بکنه. آه، خوبه. مثلا من اینجا یه کیش پیش بدم این سربازش رو هم بگیرم، خیال این دوستمون رو راحت کنیم که تو بازنده ای. اگر من تایم کم نیارم تو بازنده ای. خب ببینیم چیکار میشه کرد. من الان 3 امتیاز جلوتر هستم، حریفمون ریت بالاتری داشت نسبت به من، تا اینجا خوب پیش رفتیم، اما همین که میگم دیگه یه مقداری توی داستان تایم مشکل داریم. من این شاه رو ببرم جلو. خب چیکار میشه کرد؟ بذارم رو تهدیدش کنم ببینیم. خب، بهتره که من بیام خواستم اینو اینجا بذارم، این راه رو بسته برای من اینجا.
دومون تایم برابری داریم ولی بازی یه جورایی جالب پیش نمیره. احساس میکنم که باید یه حرکتی بزنیم اینجا. بازیمون زیاد جالب پیش نمیره. خب میخواد اینجا یه معامله کنه با ما، اما میگه که فیلتو بده این سرباز رو بگیر، اما ما همچین معامله رو قبول نمی کنیم دوست عزیز. خب من اینجا فیل رو میذارم اینجا، بذارم اینجا. میتونیم بعد بیایم توی این خونه بشینیم و هم این و هم سرباز رو تهدید میکنیم و میتونیم دیگه این سرباز رو بگیریم و نجاتش بدیم دیگه، خیالش رو راحت کنیم از این سرباز عزیزش که خیلی دلبسته شده به این سرباز. این دوستمون خیالش رو راحت میکنم که تو نمیتونی با این سرباز به نتیجه‌ای برسی. خب ما باید یه مقداری سریع‌تر پیش بریم. خب اینجا رو میخواد تهدید کنه، من اینو میارم اینجا. اجازه نمیدیم که تو از این تکنیک ها به ما بزنی دوست عزیز. فیلمیاتش اینجا و دیگه ماجرا عوض میشه. خب اینم از این. دیگه چی؟ 100% ما برد رو داریم. میخواد تعویض کنه، ما تعویض میکنیم، هیچ مشکلی نداریم. شما اگر که بخوای تعویض کنی ما تعویض میکنیم، هیچ مشکلی ما با این موضوع نداریم. این دوستمون فکر کرد که ما از تعویض کردن میترسیم. نه، همچین چیزی نیست. چون الان دیگه باید با سختی این بازی رو جمع بکنیم. خب اینم از این. دیزاین کرد و بازی تمام باخته بود و کاملا مشخص بود بازی رو از دست داده. 8 امتیاز هم به ریت من اضافه شد، رسیدم به 1432. آنالیزش هم میکنیم دیگه. این chess.com به اکانت های رایگان یه دونه آنالیز میده در روز و من اون یه دونه رو نگه میدارم برای اون رکوردی که میخوایم داشته باشیم که حالا ویدیومون Great job building an endgame advantage and then delivering the finishing blow. ببینید دقت من 82 بوده و دقت اون 73 بوده. عملا خیلی ضعیفتر از من عمل کرده. من با ریت 1900 بازی کردم و اون ریت 1500 و بازم میگم خیلی ضعیفتر از من بازی کرده. من ریت خیلی خوبی بازی کردم. اگر من هوش و حواسم سر جاش باشه میگم 2000 راحت میزنم، با اینکه حالا زیاد شطرنج رو دائم پیگیری نمی کنم. بریم ریویو رو بزنیم ببینیم. من دو تا Opponents might expect this first move, but it offers countless variations to catch them off guard. نشدم مثل ویدیوی قبلی. بریم جلو. اینجا در واقع این You get a chance to eventually win material. که این حرکت رو انجام بده. این اشتباه من نیست. This is the way to win material. این حرکت من میگه بهترین حرکت یه حرکت گریت هستش. Well done. بریم اشتباهات من رو ببینیم. اشتباه کردم. اینجا. They blocked the check from your bishop. من اشتباهی که داشتم This move loses a pawn. اینو زدی. میتونستی چیکار کنی؟ They blocked the check from your. This move loses a pawn. اینو بیاری بذاری اینجا. خب اشتباه بعدی. Their best option was to recapture a piece. اونم اشتباه کرده که اینو زده. Oops, you gave up a pawn. You moved quickly, missing the only good move. اشتباه هستش. میگه از سربازت با هم محافظت می‌کردی. یاد راستش این درک نمی‌کنم الان این اشتباهات رو. درک نمی‌کنم. اگه من اینو میذاشتم اینجا، خب آخه این میزد، بعد باز دوباره من باید میزدمش و بازم این سرباز رو میگرفت. فرقی نمی‌کرد که سرباز رو میگرفت در هر صورت. مهم این سرباز بود
که این سرباز هم این حمایت رو از این رخ داشت و من متوجه نمیشم اینجا رو چرا میگه تو اشتباه کردی که این رخ رو آوردی اینجا و باید این فیل رو می آوردی اینجا. متوجه نشدم. خب اینم از این. Great job building an endgame advantage and then delivering the 5 تا finishing blow. حرکت گریت من داشتم، 2 تا اون داشته، 26 تا حرکت بست، اون 16 تا. اشتباهاتمون هم تقریبا برابر بوده. اشتباهات من اینجا کمتر بوده، در واقع همون چیزی که بهتون گفتم، هر کسی یک کمتر اشتباه بکنه امکان بردش بیشتر هستش و از اشتباهات حریفش هم در واقع استفاده کنه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و من از این که تونستم حالا ویدیویی که چون بازی برد و باخت داره، من واقعا چون نمیخوام حالا روی ریت 1400 اینا بازیای باخت رو اصلا رکورد کنم، حداقل بریم بالای 1600 700 و اون وقت اگر که ببازم باز زیاد مهم نیستش. ولی الان روی 1400 چون که میبینن الان مثلا ریت 1900 رو میده و اون 1500 بازی کرده، اون طبیعیه، کلا اون 1500 بازی کرده، همون ریتی که داره رو بازی کرده، ولی خب من 1900 بازی کردم. نمیخوام حالا فعلا روی 1400 اینا باخت بشه و بخوایم رکورد کنیم و اینا. بازی‌های جلوتر سعی میکنم حالا باخت‌ها رو هم یه داشته باشیم، یعنی پیش میاد دیگه قطعا، ولی خب همونجور که تاریخچه بازی‌ها نشون دادم باخت نداشتم. و اینکه ببینید اینجا بازی‌ها رو بهتون نشون دادم. الان اینم بردی که اینجا داشتیم، اینم باختی بود که تایم اوت شدم و بعد از اون بازی که من سری قبل رکورد کرده بودم همش برد بوده و ریت خودم آوردم بالا. الان روی 1432 هستیم، میریم یواش یواش بالای 1500 و حالا یواش یواش بازی‌ها جذاب‌تر میشه، میتونیم حالا چالش‌های بهتری داشته باشیم، یعنی چالش برانگیزتر میشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. فکر میکنم که بازی جذابی بود و اینکه اگر خوشتون اومد حتما لایک کنید، چنل رو ساب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.